کلش حرام است. من سر قرآن زدن. الله سبحانه و تعالی میگه که الرحمن علم القرآن، یعنی ذاتی که مهربان است قرآن را تعلیم داد. نگفت که القهار علم القرآن الجبار. از اینجا علما مفسرین استنباط میکنه که استادای قرائت باید خیلی دل بزرگ داشته باشه، خیلی نرم باشه، خیلی با محبت به اخلاص تعامل داشته باشن را شاگردا. فهمیده شد؟ نه اینطور نشه که شاگرد باید که کتسیلی بزنیش اوجا ملاقش بتی. کلش حرام است. من سر قرآن زدن اصلا یعنی دور از انسانیت است. تو براتون بگیم بخو از جهل است، نه که سر قرآن باید تشویق شوه شاگرد. این خو فیض و برکت است، باید کسی را تشویق کنی نه بزدن که نفر سر قرآن بزنی، نه برش راه را نشان بده. پیرمرد بنده خدا رو میارن بیا شمار فوت کن که 100 سال زنده باشی. امشب شمار فوت کرد، فردا لنگا حاجی سیخ شد مرد، فردا حاجی مرد، شما گفتی 100 سال زنده باشی. این تعصب نکشید. مشت پیرمرد ها پس کردن پیرمرد گرفتن شما تو فوت کن که 100 سال زنده باشی. الان با ماگردم شروع شده، سالگرد ازدواج، ماگرد ازدواج، ماگرد تولد، سالگرد تولد. چه کار داره میکنیم ما؟ تبریک در کم سمجھانا حافظ سید زاہد زاہدی گرانا. تبریک در کم ہے در حافظ صدق اللہ تعالی ہو گئی. تبریک در کم تبریک در کم سمجھانا حافظ سید زاہد زاہدی گرانا. تبریک در کم ہے او دس پڑھ کے در سارا دستار مبارک بر تو ایر مبارک هستی شمس الرحمن جان گلی بهر مبارک کردی تکمیل قرآن ای بلبل خوش الحال. صابری لقدری وی منور گردید الان، صابری لقدری وی منور گردید الان. دستارت مبارک